ابوریحان محمد ابن احمد البیرونی ها و بزرگانی را داریم که در سطح دنیا حرف برای گفتن. غلام حسین ابوریحان نامش را زیاد شنیدم، ولی واقعا کی بوده؟ چرا اینقدر مهم است؟ کاش میشد با خودش حرف میزدم. ابوریحان بیرونی فرزند خوارزم. یعنی شما همان ابوریحان هستید؟ بله، منم همراه کتاب ستاره و پرسش. من همیشه فکر میکردم دانشمند بودن برای انسانهای خاص است. شما چطور به این همه علم دست پیدا کرده اید؟ با پرسیدن، با شک کردن. نه از مرگ ترسم، نه از بیم و خاک که دائم فنا